بریم یه نمونه سوال تریدی مهم و پرتکرار از معاملات شخصی خودم که انتظار میره دانشجویان ترید با لول متوسط هم دیگه از پس چنین معاملاتی بر بیان رو براتون اینجا مرور بکنیم. میبرمتون به 16 می 2025. خبر انتظارات تورمی و احساسات مشتریان داریم. تو چنین وضعیتی هستیم همونطوری که یه هواپیما اگر بال راست داره بال چپ هم داره، یه رنج نمیتونه هانت بالا داشته باشه، بعد با وجود چنین کفهای برابری هانت پایین ما نداشته باشیم. پس با توجه به اینکه این حرکت تونسته گپ مهمی از قبل رو پر بکنه، یه رنجی هم اینجا داریم که هانت بالا داره و هانت پایین نداره، احتمالاً اینجا اولویت با نقدینگی‌های پایین مثل FVG 11 ساعته بر اساس اورینتیشن باشه. یعنی من اینجا باید دنبال سل بگردم، اما دقت داشته باشید قیمت همینو میریزه یا پول بک های بیشتری به بالا میزنه و بعد میریزه. اینو باید بیام برم در گذشته قبلتر به این موجای قبلی نگاه بکنم. بر اساس اورینتیشن این لگ تو جای درستی از تایم فریم های صحیح رفته، این لگ همینطور، این لگ همینطور و در نتیجه تو این جای بازار که هستیم فقط کافی زمان خبر یه استاپ کوچولو بذارید و یه معامله سل خوشگل اینجا داشته باشید. یه نکته توی کپشن براتون نوشتم که اگر چه اتفاقی میافتاد قیمت یه حرکت بالایی میداد بعد میریخت. اگر میخواین یک معامله دیگه شبیه به اینم براتون حل بکنم،